قطعات مورد نیاز برای مدار امروزمون: یه دونه رله میخوایم، یه دونه ماژول DP4056، یه دونه پاور LED، یه دونه دیود 1N4007، یه دونه جواب باتری و خود باتری لیتیوم ایون. بریم برای نصب مدار. وسایل میذاریم کنار. اول رله رو میاریم، 3 تا پایش سمت چپ قرار میدیم. دیود رو میاریم، قسمت خطدار رو میدیم به طرف نورمالی اوپن، طرف دیگه دیود رو میدیم به یکی از تیغای بوبین رله. پاور الیدیمون رو میاریم، مثبت رو میدم به نورمالی کلوز. باتریمون رو میاریم، سیم مثبت باتری رو میدیم به قسمت کام رله و سیم منفیش هم میدیم به قسمت منفی پاور LED. شارژ TP4056. ببینید دقت کنید، این میره به مثبت باتری، این میره به منفی باتری. این هم که از اینجا با تایپ C ولتاژ 5 ولت رو بهش میدم. بریم برای بس کردن سیمای خروجیش. سیم مثبت و سیم منفی. قبل از نصب ماژولمون تیکه سیم میاریم، سیم منفی باتری رو وصل میکنیم به پایه دیگه بوبین رله. ماژولمون رو میاریم، وصل میکنیم مثبت رو به پایه طرف دیود، منفی رو وصل میکنیم به همون سیم اتصالی که وسط که به بوبین خورده. میریم برای تست مدار. باتری رو میذاریم سر جاش، میبینیم بله روشن شد. اینم ماژولمونه که فعلا برقدار نیست. ولتاژ به ماژولمون میدیم ببینیم چه اتفاقی برای مدار میفته. ولتاژ سیم رو وصل میکنیم، شارژر رو منبع ولتاژم بیاریم نزدیک. وقتی که اینو من بانم بلافاصله مدار قطع میشه. چی الان در حال شارژ شدن. حالا تا وقتی که ماژول چراغ اضطراری ما روشن میشه، دوباره برق وصل میکنیم، ببینیم که بله ماژول شروع به کار و شارژ کردن باتری و چراغ ما خاموش شد. امیدوارم که از این مدارم خوشتون اومده باشه. ممنونم بابت لایک و کامنتاتون. موفق و مؤید باشید. به امید دیدار دوباره. دوستتون دارم. خدا نگهدار.